اما در خصوص مهریه اگر خانوم مهریه‌اش رو بذل کرده باشه امکان رجوع از بذل تو بعضی از موارد براش برقراره، اما اگر ابرا کرده باشه خیر. در واقع این همینجاست، نکته مهم همینجاست که من خدمتتون عرض کردم که همه فکر میکنن خیلی همه چیز ساده و بی دردسر و بدون چالش جلو خواهد رفت. سلام، به کلینیک حقوقی خوش اومدید. تو این برنامه قرار مسائل حقوقی رو به ساده ترین شکل ممکن بهتون توضیح بدیم. در خدمت سرکار خانم مرضیه ابوالحسنی هستیم، وکیل پایه‌ای دادگستری. خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام عزیزانی که این مجموعه برنامه کلینیک حقوقی رو مشاهده میکنن و خیلی خوشحالم که میتونم به سوالات و چالش‌های حقوقیشون پاسخ بدم. خانم وکیل، این روزه بحث طلاق توافقی خیلی چالش شده. البته باید قبلش به دوستان توصیه کنم این برنامه صرفاً جهت آموزشه و برای آگاهی به افراد و عموم جامعه است و این نمیتونه جای وکیل رو برای شما بگیره. سرکار خانم میشه لطف کنید در رابطه با طلاق توافقی به صورت کلیه توضیحی به ما بدید؟ بله حتما. طلاق توافقی همطور که از اسمش مشخصه یکی از انواع طلاق هاست که در واقع طرفین هم آقا و هم خانوم با هم همسو و هم نظر برای جدایی هستند و این درخواست از جانب هر دو ثبت میشه. در واقع بیشتر مردم فکر میکنن که چون کلمه توافق کنار طلاق قرار میگیره قرار هستش که یه مسیر خیلی هموار و بدون چالشی رو پیش رو داشته باشن، در صورتی که همیشه به این صورت هم نیست. امروز شرایط جامعه طوریه که طلاق توافقی یک مسئله اپیدمی و پرتکرار شده و دوستان و شنوندگان و بینندگان ما کلی از همون سوال پرسیدن. فرصت خیلی خوبیه که در خدمت شما باشیم و سوال دوستان رو بپرسیم و این چالش اصلی که برای عموم مردم وجود داره با هم حل کنیم. سوال اول، خانم وکیل، طلاق توافقی با انواع طلاق‌های دیگه چه تفاوتی داره اصلا؟ طلاق توافقی همطور که از اسمش مشخصه توافق بر طلاق صورت میگیره، یعنی هم آقا هم خانوم با هم دیگه همسو هستن برای جدایی و در نظر عموم و حتی وکلا هم به این صورت هست که این طلاق مسیرش کمی هموارتر هست نسبت به سایر طلاق، ولی چیزی که مهمه اینه که توافق تو مسائل مهم وجود داره، توی جدایی وجود داره و توی مسائل دیگه نظیر مهریه، نفقه حضانت و نفقه فرزندان توافق صورت میگیره. خانم وکیل، یه سوال، چرا این روزه اینقدر طلاق توافقی زیاد شده؟ ما الان تو دوستان، آشنایان، بعضا فامیل هم میبینیم که این مسئله‌ای که خیلی زیاد و اپیدمی شکل گرفته. آیا میتونید برامون توضیح بدید از نظر حقوقی منطق خاصی هم داره یا نه؟ ببینین به این خاطر هستش که طلاق اگر از جانب خانم ثبت بشه اثباتش یه شرایطی رو داره، خانم باید عسر و حرج رو اثبات بکنه، دشوار، مسیر پرچالش، سخته و گاهن میبینیم که زوجینی که تو اصل ماجرا، تو اصل جدایی با هم دیگه هیچ مشکلی ندارن، ترجیحشون این هست که مسیر رو توافقی پیش ببرن چون مسیرشون همواره. نسبت به سایر طلاق‌ها مسیر راحت تر هست، به این خاطر هستش که تمایل به این سمت هست. یعنی میتونیم مثلا اون اتفاقی که تو جامعه افتاده و مردم فکر میکنن که طلاق توافقی خیلی سریع و بی دردسره، میتونیم این تفکر رو داشته باشیم نسبت به این قضیه؟ این که بخوایم بگیم خیلی سریع و کاملا بی دردسر خیر درست نیست. چرا که ببینید تو طلاق توافقی باید توافق صورت بگیره، مسائل مهمی توی زندگی مشترک و توی ازدواج وجود داره، مثل مهریه، مثل نفقه، مثل حضانت فرزندان و زندگی آینده فرزندان که توی در واقع حاصل یک زندگی مشترک هستن. روی این مسائل مهم باید توافق صورت بگیره و خیلی هم بی دردسر جلو نخواهد رفت اگر توافقات به درستی و اصولی نباشه. خب مسئله خیلی جذاب شد. یه کمی در رابطه با مراحل طلاق توافقی برامون صحبت کنید. مثلا مرحله مقدماتیش چیه؟ ثبت نهاییش به چه صورته؟ میشه لطفاً کمی توضیح بدید؟ بله، طلاق توافقی مراحلش رو اگر بخوام خیلی کوتاه و مختصر خدمتتون توضیح بدم، به این صورت هستش که زوجین با هم دیگه توافق میکنن، حالا درخواستشون رو ثبت میکنن و هم ملحق میشن و طلاق رو توافقی میکنن
توافقاتشون رو حالا یا خودشون خارج از دادگاه با هم توافق کردن یا تو جلسه رسیدگی دادگاه با هم توافقشون رو مطرح میکنن. من میخوام از بینندگان یه اجازه بگیرم وسط حرفتون بیام. آیا دو طرف باید تو دادگاه حضور داشته باشن، یعنی هم آقا هم خانوم، یا نه وکیل یا وکالتنامه یا توافقنامه؟ یه کمی برامون توضیح بدید که اصلا این مهمه یا نه. درسته. علل اصول ببینین هر شخصی که خواهان یک مسئله هست و یک دعوای حقوقی رو اصطلاحاً طرح میکنه باید برای دفاع از حق خودش تو جلسه حضور پیدا بکنه، اما میتونه این کار رو به وکیل دادگستری بسپاره. تو مسئله طلاق به خاطر یه سری کراهتی که بین طرفین به وجود میاد، حالا منظور از کراهت تنفر نیست، اون کراهت طرفینی، کراهت دو طرفه‌ای وجود داره، بعضا تلاش میکنن با هم رو در رو نشن از وکیل کمک میگیرن، اما یا خودشون یا یک وکیل دادگستری میتونه کار براشون انجام بده یا خودشون حضور داشته باشن و جلسه رو در واقع برگزار بشه و نهایتا منجر به صدور رأی بشه. خب من میخوام دو تا سوال از شما همزمان بپرسم. یکی این که حالا اگه یه زوجین خارج از کشور باشه تکلیف چیه؟ و همچنین که آیا هر جفتشون باید و ضروریه که وکیل بگیرن یا نه خود منم میتونم دنبال کارام باشم، هیچ مشکل خاصی ندارم؟ درسته. در مورد قسمت اول سوالتون عرض کنم خدمتتون که اگر یکی از طرفین یا اصلا هر دو گاهن در خارج از کشور سکونت دارن، میتونن از طریق سامانه میخک به یک وکیل وکالت بدن تا کار براشون جلو بره. و مسئله مهم اینه که اگر هیچ یک از طرفین حضور پیدا نکنن طبیعتاً رسیدگی هم صورت نخواهد پذیرفت. در مورد قسمت دوم سوالتون، وقتی که شما یک چیزی رو، یک دادخواستی رو، یک درخواستی رو طرح می‌کنید تو مراجع قضایی، اصل بر این هستش که باید حضور پیدا بکنید تا بتونید مطالبتون رو عنوان بکنید. اما مهم نیستش که شما حتما خودتون حضور داشته باشین، ما میتونین از وکیل دادگستری کمک بگیریم، بهش وکالت بدین و از جانب شما تو جلسه حضور پیدا بکنید. خیلی عالی. حالا اگر توافقی صورت بگیره مثلا بین زوجین، مثلا بین آقا و خانم، یه توافق نامه‌ای نوشته بشه، اصلا اهمیتی داره؟ حالا چه تو محیط دادگاه باشه چه خارج از محیط دادگاه باشه و بدون اجازه قاضی، حالا به صورت عموم بدون قانون باشه، آیا این اصلا از درجه اهمیتی ساقط هست یا نه؟ بله قطعا معتبر خواهد بود، به این خاطر که توافقاتی که دو نفر با هم انجام میدن، خب زندگی مشترک زندگی این دو شخص بوده و توافقات مختص خودشون خواهد بود. میتونن خارج از دادگاه که پیش بینی میشه به صورت رسمی توافقاتشون رو ثبت بکنن، با هم توافق بکنن و روز جلسه اون توافق رو به مقام قضایی ارائه بدن، یا اینکه نه تو جلسه رسیدگی با هم دیگه توافق بکنن. اما برای جلوگیری از اختلافاتی که تو جلسه رسیدگی و تعلماتی که ممکنه تو جلسه رسیدگی بهشون وارد بکنه، پیشنهاد میکنیم که قبلش با هم توافقاتشون رو انجام بدن. خب حالا که از توافق صحبت کردیم، بهتره بریم سر اصل قضیه. به نظر من مهریه یکی از مهمترین مسائلیه که توی توافقات باید دیده بشه، بررسی بشه، مخصوصا اگه بین زوجین حل بشه. به نظر من خیلی میتونه بهتر باشه. حالا اگه تو طلاق توافقی مبحث مهریه رو بخوایم ببینیم به چه شکله؟ چجوری میتونه مورد توافق باشه؟ یا اصلا مهریه تو طلاق توافقی به چه معنی، چه شکلی میشه؟ درسته. ببینید مهریه یک دینی هستش که بر ذمه آقا قرار میگیره، یعنی از زمانی که این عقد و ازدواج ثبت میشه بر ذمه آقا قرار میگیره. اگر عند المطالبه باشه که طبق قانون و طبق عرف علل اصول عند المطالبه هستش، بر ذمه آقا قرار میگیره و هر زمان که خانم مطالبهش بکنه آقا باید پرداخت بکنه. ولی مسئله اینه که اصلا نوع طلاق تو مهریه بعضن در واقع بهتره بگم، چون این حرف من خیلی مطلق نیست، خیلی تاثیرگذار نیست، چون دین هستش که دینم تا زمانی که پرداخت نشه حق مطالبه برای اون شخص برقرار هست. ولی معمولا تو طلاق توافقی به خاطر اینکه همه چیز با توافق و سازش و با گفتگو جلو خواهد رفت، در مورد مهریه با هم توافق میکنن، حالا یا خانم یه مقداریش رو کوتاه میاد یا آقا پرداخت میکنه و طلاق صورت میگیره. سوالی که در رابطه با مهریه بود بیشتر آقایون آخه از ما پرسیده بودن توی کامنت ها، ولی خب معمولا خانوما میپرسن که حالا مثلا شما فکر کنید که یه توافقی شکل گرفت بین خانوم و آقا،
آیا بعداً خانم میتونه مجددا اینو مطالبه بکنه یا نه همون توافقی که در واقع بینشون مکتوب شده و اعمال شده اون مبنا قرار میگیره؟ قانون اینجا رو چی میبینه؟ درسته. علل اصول شما وقتی که به عنوان یک انسان بالغ و عاقل تصمیم میگیرین که یک توافقنامه ای رو با شخصی امضا بکنین و قانون هم طبیعتا هر شخصی رو بالغ و عاقل در نظر میگیره مگر اینکه خلافش ثابت بشه، پس توافقات شما معتبره و شما نمیتونین بعداً خلاف توافقات عمل بکنین. اما در خصوص مهریه، اگر خانوم مهریه‌اش رو بذل کرده باشه، امکان رجوع از بذل تو بعضی از موارد براش برقراره، اما اگر ابرا کرده باشه خیر نمیشه. خب حالا دوستانی که برامون سناریو نوشتن، در واقع کامنت ها رو جمع کردن، یه سوالم از طرف آقایون. حالا آقایونی که اومدن توان پرداخت، مثلا یه توافقی صورت گرفته ولی مرد به هر دلیلی، بعداً به خاطر شرایط اقتصادی، اصلا همین جنگی که اخیراً در نظر بگیریم، توان پرداختش نداشته باشه، امرار معاشش ضعیف شده باشه و توان پرداخت نداشته باشه، اون موقع میتونیم از صورت اقساط یا جایگزین یا حالا ملک، خودرو، به این صورت میتونه پرداخت کنه یا نه بر اساس همون توافق اولیه که شکل گرفته باید به اون صورت دیده بشه؟ مسئله‌ای که اینجا مطرح هست اینه که همه مسائل توافقی میتونه پیش بره. گاهن دو نفر با هم توافق میکنن که از 150 تا سکه 50 تاش رو آقا پرداخت بکنه، 100 تاش رو خانوم میبخشه به آقا و بعداً حالا یا شرایط ناجور میشه یا آقا به قول شما امرار معاشش دچار مشکل میشه، توان پرداخت این 50 تا رو پیدا نمیکنه. خانم میره مطالبه میکنه مهریه‌اش رو طبق توافق و آقا حالا که مدعیه که من نمیتونم 50 تا رو پرداخت بکنم، حالا یه مالی داشتم تلف شده یا هر چیز دیگه ای، اونجا میتونه دادخواست اصرارش رو آقا ثبت بکنه. خب حالا که مبحث مهریه رو برامون مشخص کردیم، بریم سراغ یه چیز پر اهمیت‌تر، فرزندان. بحث حضانت فرزندان بعد از طلاق توافقی به چه شکله؟ به طور کلی و طبق قانون حضانت فرزند تا 7 سالگی با مادر خواهد بود و بعد از اون با در واقع دختر تا 9 سال تمام و پسر تا 15 سال با پدر. بعد از اون هم که دیگه دختر به سن 9 سالگی به بلوغ میرسه و پسر هم 15 سال، خودشون تصمیم گیری خواهند کرد. ولی به طور کلی طبق قانون تا 7 سالگی با مادر خواهد بود، بعد از اون با همین شرایطی که خدمتتون گفتم با پدر. و در خصوص حضانت هم طرفین میتونن با هم توافق بکنن. یعنی خانم آبرسانی منظورتون اینه ما مثل مهریه که میتونیم توافق کنیم، بحث سرپرستی، حضانت فرزندان هم میتونیم توافق کنیم؟ قطعا همینطور. که یعنی دختر مثلا با کی زندگی کنه، پسر من با کی زندگی کنه و به این صورت. بله. خیلی هم عالی. برگردیم دوباره بحث هزینه ها، بحث نفقه به چه صورته، بحث هزینه فرزندان به چه صورته، این هم یکمی برامون توضیح بدید که بعد از طلاق توافقی چه اتفاقی خواهد افتاد. درسته. رکن مهم طلاق توافقی دقیقاً همینجاست. در واقع تفاوت بهتره بگم همینجاست. تو طلاق توافقی چون توافق وجود داره، چون همسو بودن وجود داره، چون هم نظر بودن در جدایی وجود داره، معمولاً چالشی در خصوص نفقه وجود نداره. به این خاطر که اگر این طلاق از ناحیه خانم ثبت شده بود، طبیعتاً برای نفقهشون هم اقدام میکردن. ولی وقتی که دیگه توافقی طلاق رو میخوان جلو ببرن، حالا عمدتاً اینطور پیش خواهد اومد که یا یه مبلغی رو خودشون مشخص میکنن که آقا به خانم پرداخت بکنه یا اصلا خانم صرف نظر میکنه. ولی میخوام خدمتتون عرض بکنم که همه چیز رو توافق در واقع جلو خواهد رفت. یعنی ما میتونیم تو توافقات حتی محدودیت‌های دیدن، محدودیت‌هایی که بچه‌ها بتونن همدیگر رو ببینن، والدین رو ببینن هم توافق کنیم و این از نظر قانون دیده میشه. ما نمیتونیم حق یک شخص رو بگیریم ازش. همونطور که ببینین نمیتونیم که فرزند رو از مادر جدا بکنیم. میتونیم حضانت رو توافق بکنیم. اصل حضانت رو میتونیم توافق بکنیم، بدیم به آقا یا بدیم به خانم بر طبق توافقشون. ولی نمیتونیم مانع دیدن پدر از فرزندش بشیم. این حق رو نداریم. خب حالا سوال اینجا به وجود میاد که یه دوستی پرسیدن که اگه زن باردار باشه تکلیف چیه؟ خب این بچه هنوز متولد نشده و چه تأثیری میتونه تو روند توافق داشته باشه چون هنوز دیده نشده؟ این هم یه کمی توضیح میدید برامون؟ ببینین
ببینید باردار بودن خانوم مانع برای طلاق نیست، ولی تو همین نوع طلاق هم خدمتتون عرض کنم راجع به همه مسائل باید توافق صورت بگیره. در واقع این همینجاست، نکته مهم همینجاست که من خدمتتون عرض کردم که همه فکر میکنن خیلی همه چیز ساده و بی دردسر و بدون چالش جلو خواهد رفت، ولی وقتی که خانوم باردار هست طبق قانون مانعی واسه ثبت طلاق وجود نداره، ولی بهتره که راجع به همه مسائل با هم توافق بکنن. هزینه‌های زایمان خانوم با کی باشه و از این قبیل مسائل. ممنونم. خب حالا یه سوال دیگه، بعد از صدور رأی دادگاه آیا امکان پشیمانی، بازگشت یا ازدواج مجدد، حالا مثلا میگم زوجین حالا پشیمون میشن دوست دارن دوباره برگردن سر خونه زندگیشون، آیا امکان وجود داره؟ قانون جایی دیده شده؟ ما طلاق داریم باین و طلاق رجعی. تو طلاق رجعی آقا میتونه بعدش رجوع بکنه، ولی تو طلاق باین که به واسطه کراهتی که حالا وجود داشته و نوع طلاق شده طلاق باین که بسیار مفصل توضیحش و بخوام مثلا خیلی بهتون توضیح بدم بسیار طولانی میشه، ولی طلاق اگر طلاق باینی باشه که امکان رجوع آقا وجود نداره لازمش این هستش که یک عقد مجددی صورت بگیره. اما در طلاق رجعی یک عده‌ای رو خانم نگه میداره، در زمان این عده آقا میتونه بهش رجوع بکنه و اگر رجوعی صورت بگیره طبیعتا دیگه برخواهد گشت به روال سابق. تو طلاق توافقی به خاطر اینکه طلاق از نوع باین هست، طلاق رجعی نیست، طلاق باینه، مسئله فرق میکنه. خیلی هم عالی، کلی خستتون کردیم، کلی لذت بردیم، برای من خودم که تا اینجا خیلی مفید بود. حالا اگه در پایان به عنوان یک وکیل و یک حقوقدان بخواید مهمترین اشتباهاتی که زوجین در طلاق توافقی مرتکب میشن بخواید توصیه‌ای براشون داشته باشید چی میتونید بگید؟ مهمترین توصیه‌ای که میتونم تو این زمینه داشته باشم این هستش که حتما تو مسائل مهمشون با همدیگه توافق داشته باشن و این توافق رو قبل از این که بخوان تو جلسه دادگاه حضور داشته باشن به صورت رسمی ترجیحاً با همدیگه انجام بدن تا بعداً سر حضانت فرزند که عمدتاً مشکل سر این و سر مهریه هست بعداً با هم دچار چالش نشن. خیلی هم عالی. پس بخوایم الان دیگه با هم دیگه جمع‌بندی بکنیم، نکته خیلی کلیدی و طلایی که بخواید توصیه کنید به شنوندگان و بینندگان ما چیه؟ همینطور که قبلا هم گفتم و مجددا عرض میکنم خدمتتون، توافق مهمترین رکن تو طلاق توافقیه. چرا؟ چون توی اصل ماجرا هیچ کسیش اختلافی نداره. دو طرفی هستن که یه زندگی مشترکی رو داشتن و الان دیگه میخوان جدا بشن. پس تو مهمترین مسئله دیگه با هم دیگه اختلافی ندارن. مسئله مهم مسائلی هستش که مثل مهریه، مثل نفقه، تعهداتی که بعداً ممکنه رو دوش آقا بیاد و فرزندانشون، نفقه فرزندانشون، هزینه ها بعد چطور پرداخت بشه و اگر جدایی صورت میگیره فرزندی حاصل این زندگی مشترک هست چطور نگهداری بشه، اگر مدرسه میره هزینه مدرسه چطور باشه. اینها اگر توافق صورت بگیره قطعاً این مسیر راحت‌تر و بدون چالش در. خیلی هم عالی، خسته نباشید تا اینجا. خیلی ممنون از این توضیحات کامل و کاربردی شما. از بینندگان و شنوندگان عزیزم خواهش دارم اگر این برنامه آموزشی لذت بردید و مثل من براتون مفید بود حتما مباحث حقوقی که دوست دارید سرکار خانم ابوالحسنی تو قسمت‌های بعدی کلینیک حقوقی تشریف بیارن، حضور داشته باشن و برامون توضیح بدن و همینجوری آگاهی رو به جامعه برسونن، حتما تو کامنت ها و پیغام هایی که به ما میدید با انرژی های مثبتتون به ما بگید چه مباحثی رو لازم دارید تا ببینیم که خانم ابوالحسنی ما چجوری میتونیم مزاحم بشیم، سوالات پرتکرار رو بپرسیم، چالش های جامعه رو ببینیم و بتونیم باهاتون همراهی کنیم. تا دیداری دیگر، بدرود. خسته نباشین. ممنون از شما.